سلامت شما ده. مایلش خیر نغز مانید. ببخشید نام شما چی بود؟ سمینه. حاضر یک لحظه. الو چه جان؟ در رو کشوید؟ من شما رو با یک نفر شناس میکنم. خب مادرتون است. السلام علیکم چه جان؟ سلام. شناس شوید. این دوست داشته من امید. با خونه درو. حاضر یک دقیقه. اوچا آخر من اون رو دوست میدارم. دوست میداری؟ دوست میدارم. آخر وای ناسالم است، تو عقل داری؟ ما با او در راه شناس شدیم، یکدیگر رو دوست داشتیم، میخوایم عائله برپا کنیم. دختر وای ناسالم است، تو فکر آینده‌ات رو نمیکنی، فکر آینده فرزندانت رو نمیکنی. اوچا جان این حیات من است، انتخابم رو من کردم. تو انتخابت رو کردی، اما من حالا انتخاب خودم رو نگفتم، تو با وی نمیرسی. فهمو؟ تو میکنیم خیر کی دعوت میکنیم؟ حاضر یک دقیقه. الو لبیک جان. در کجایی؟ من؟ وقت یا میگاری؟ تو یک بار آینده تا فکر میکنی یا نه؟ اکا جان من انتخابم رو کردم. دیدین جمع خوب تشکر. نه از خانه است. بخیر؟ بخیر است. بعدم خیلی توی منو در کجا برپا میگردن. محترم ناخوندگان عزیز، انمی لحظه و انمی ثانیه ما شما رو از عکس نکاح دولتی میگذرانیم و من از عروس نازنین میپرسم که عروس نازنین صبرینا دولت و شما راضی هستید که با انمی جوان نازنین امید صبوری و شوهر باشید؟ داماد عزیز امید صبوری، شما راضی هستید که با انمی دختر نازنین صبرینا دولت و ازدواج نمایید؟ بله من راضیم. من هیچگاه معیوب نبودم. با این رفتار میخواستم دختری را پیدا نمایم که برای او دولت و ثروت، سطح زندگی و وضع سلامتی من هیچ اهمیتی نداشته باشد. برایش مهم همدل و هم نفس خوب لازم باشد و من همسفر آرزوهای خود را پیدا کردم. خواهران عزیز، برای خوشبختیتان درست اندیشه کنید. دولت و ثروت
نه همه وقت شما را خوشبخت کرده می تواند. اوله را مقدس دانید.